سامانه یکپارچه فروش خودرو اسفند 1401 با همکاری مشترک وزارت سمت و شورای رقابت راه‌اندازی شد. اتفاقی که میفته بین 200 تا 300 هزار تا تو هر دوره میتونه خودرو بیا تخصیص پیدا بکنه. هدفش فروش خودروهای ایرانی و وارداتی بود. سامانه عمدتاً برای شفاف‌سازی کل ارزها هستش. اما بعد از اینکه علی آبادی سکانداری وزارت سمت را بر عهده گرفت، مسئولیت این سامانه را رد کرد. اصلا سامانه یکپارچه مال ما نیست، مال شورای رقابت. یعنی ما که برنامه اجرایی نداریم که طبق خود شرکت‌ها میفروشن، طبق سامانه یکپارچه‌ای که شورای رقابت یا هر جای دیگه مسئولش. ما مسئولش نیست. بعد از این صحبت وزیر دیگر خبری از فروش خودرو نبود مگر خودروهای وارداتی. سامانه یکپارچه فروش خودرو در دو بازه زمانی در اسفند 1401 و در خرداد 1402 به عرضه خودرو پرداخت. با توجه به اینکه سیاستی بود که با تغییر در مدیریت کلان وزارتخانه دچار تغییراتی شد و عملاً متوقف شد، باعث شد بخش زیادی از تقاضایی که شاید قبل از خرداد 1402 وجود نداشت ولی امروزه وجود داره و دوباره روانه بازار شدن بدون پاسخ بمونند. حالا وزیر سمت در جدیدترین اظهار نظر خود از تغییر روش فروش خودرو خبر داد. ما معتقد هستیم که ما در وزارت سمت سیاستگزار هستیم، ما مجری نیستیم. این سامانه در زمانی در دوره خودش حالا مسئولین وقت مربوطه گذاشتن، هدفشون این بوده که ببرن به سمت اینکه کمترین تقلب ما در فروش خودرو داشته باشیم، یعنی حد اکثر در واقع نظارت رو اعمال بکنن. ولی ما داریم میریم به سمتی که اساساً ان شاءالله دغدغه خودرو رو از مردم برداریم و مردم خودشون با خودروسازا طرف باشن. به گفته سخنگوی شورای رقابت قرار است دیگر خودروسازان خود خودرو را بفروشند. سامانه یکپارچه از نظر شورای رقابت یک سامانه پسینی شده، یعنی در حقیقت بعد از فروش خودروساز موظف هست، مکلف هست که دیتاها رو وارد بکنه. در سامانه خود خودروسازها هست که خودروسازها بتونن این فروش رو انجام بدن، ولی نظارت روشون هست که در واقع گزارشات بعدیشون رو بدن که چه تعداد خودروی به چه کسانی فروخته شده با چه کم و کیفی. در شرایط فعلی که فروش خودرو به صورت انحصاری به خودروسازان واگذار شده و متقاضیان از طرحهای فروش و قیمت نهایی خودرو بی اطلاعاند، وضعیت به سود متقاضیان واقعی نیست. فایزه شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.